سلام. یه ژله بستنی خوب برای کسایی که دسرای ژله‌ای رو بیشتر از دسرای کرمی دوست دارن. یه بسته ژله بلوبری رو با یه لیوان آب جوش حل میکنم. میتونین بذارین رو بخار آب کتری تا بهتر حل بشه. بعد اونو نصف میکنم، نصفشو تو ظرف دیگه میریزم. به یکی نصف لیوان آب سرد اضافه میکنم. یه مقدار کمی مخلوط میکنم. و به دومی نصف لیوان بستنی وانیلی اضافه میکنم. بستنی باید از فریزر خارج شده باشه و یه مقداری آب شده باشه. در ضمن این بستنی رو خودم آماده کردم. بعد توی یه ظرفی که مناسب اندازش برای دسرمون یکی از لایه ها رو میریزیم. من ابتدا از ژله میریزم. بعد برای مدت حدوداً 20 تا 25 دقیقه داخل یخچال میذارم تا یه مقداری بگیره. و بعد که از یخچال خارجش کردم از ژله بستنی روی اون میریزم. به همین ترتیب لایه لایه ژله بستنی و ژله رو میریزیم. هر کدومو برای 20-25 دقیقه داخل یخچال میذاریم تا یه مقداری بگیره و بعد لایه بعدی. میتونین هر رنگو در 2 نوبت بریزین و تمومش کنین، یا ای که مثل من تعداد دفعات بیشتری بریزین و لایه های بیشتری داشته باشین. به همین ترتیب تمام ژله و ژله بستنی رو ریختم تا تمام شد. این ژله بستنی رو میتونین تو ظرفای کوچیک‌تر هم بریزین و دسرای تک نفره داشته باشین. بعد از اینی که دسرمون کاملا آماده شد و 2 ساعت داخل یخچال بود دست کم، اونو یا داخل آب گرم میذاریم و درش میاریم. البته دورش رو با یک کارد تیز باز میکنیم و بعد داخل آب گرم میذاریم و خارجش میکنیم که خود خانوم ها خیلی بهتر بلدن. خانوم ها و آقایون. دوستان گلم، خدا نگهدارتون.